وقتی میگیم با یک زن حرف بزن و ذهنش رو تسخیر کن، واقعا یعنی چی؟ نه مثل یک پسر بچه مظلوم که التماس توجه میکنه، بلکه مثل یک استراتژیست، مردی که دقیقاً میدونه چی بگه و چرا بگه. بیشتر مردها شکست میخورن چون از روی نیاز حرف میزنن، میخوان تایید بشن، دوست داشته بشن. اونها ناخواسته خودشون رو پایین تر و زیر دست قرار میدن و بعد میپرسن چرا هیچ کس منو جدی نمیگیره؟ امروز این بازی ضعیف رو میکشی و آخر ویدیو یک تکنیک مخفی رو یاد میگیری. عادت التماس رو نابود میکنی و شروع میکنی از روی قدرت حرف زدن، چون تسلط پیدا کردن روی ذهن زن یک هنر خطرناکه. فرق تو در پول یا مدرکت نیست، فرق اینه که آیا روانشناسی زن رو میفهمی یا نه. تو این چند دقیقه بهت روش ماکیاولی رو میگم، طوری حرف بزنی که بدون اینکه چیزی بخوای میل رو در وجود زن روشن کنی و کاری کنی که بهت نه به چشم یک داداشی یا یک عروسک، بلکه به چشم یک مرد برای طلب نگاه کنه. اگه ذهنت کنار زنها خالی میشه، اگه همیشه برای جلب توجه خودت رو در سطح پایین تری قرار میدی، نگران نباش، همه اینها قرار همینجا تموم بشه. اول این ویدیو رو لایک کن، چون قرار رازهایی رو بهت بگم که 95% مردها حتی جرأت استفاده از اون رو ندارن. تله های ذهنی و کشتن میل. چرا بیشتر مردها میل زن رو میکشن؟ چون از موضع تسلیم حرف میزنن. کلمات، لحن و انرژیشون همش فریاد میزنه که لطفاً منو دوست داشته باش، لطفاً منو رد نکن. هر بار که برای تایید گدایی میکنی، داری اجازه میخوای که در دنیای اون وجود داشته باشی و حقیقتش تلخه. اگه باید یک زن رو قانع کنی که ارزش داری، پس یعنی همین حالا هم ازش پایین تری. میل در راحتی زندگی نمیکنه. زن عاشق مردی نیست که بتونه کامل کنترلش کنه. میل از تنش میاد، از کنجکاوی، از حسی که نتونه پیش بینیت کنه. غرور یک زن همیشه دنبال یک چیزه: آیا میتونم این مرد رو از نظر احساسی کنترل کنم؟ اگه جواب آره باشه، میل همون لحظه از بین میره. زن هیچ وقت مردی رو که کامل میشناسه هوس نمیکنه. مرد استثنا. تو باید تبدیل بشی به مرد استثنا. حالا میپرسی استثنا کیه؟ کسیه که حرفهاش رو برای خوش اومدن زن فیلتر نمیکنه، طبق منطق خودش حرکت میکنه، نه توقعات اون زن. از زیبایی شگفت زده نمیشه. این مرد در قاب خودش زندگی میکنه. اون در دنیایی زندگی میکنه که تایید زن یک انتخابه، نه یک نیاز. این مرد در دنیای زن یک استثناست. بقیه با همون سناریوهای قدیمی بازی میکنن: تعریف، دنبال روی، نمایش. ولی استثنا با یک آرامش مالکانه حرکت میکنه و این غرور اون رو گیج میکنه و گیجی بذر میله. مردی که عجله‌ای برای پر کردن سکوت نداره. مردی که با تست ها و امتحان های زن نگران نمیشه. مردی که حضور داره ولی محتاج نیست. باید دست از خدمتکار احساسی بودن برداری. وقتی مثل یک مرد محتاج حرف میزنی، مثل یک بچه رفتار میکنی، اون دیگه تو رو مرد نمیبینه. میشی برادر، دوست یا یک بالشت احساسی. هیچ وقت تبدیل به یک هوس نمیشی. ذهنیت ماکیاولی. اگه میخوای ذهنش رو هک کنی، باید از مردی که برای تاییدش زندگی میکنی دست بکشی. تو درست در همون لحظه قوی میشی، چون زیباییش دیگه دست و پاتو شل نمیکنه، سردیش تو رو ناراحت و نگران نمیکنه و توجهش دیگه مثل یک جایزه برات به نظر نمیاد، چون داری این حس رو میدی: من خودم یه جایزم. ذهنیت ماکیاولی در جذب میگه تو آرومی،
وابسته نیستی و کنترل خودت رو داری. حالا ورق بر میگرده. اون زن شروع میکنه به تلاش برای حفظ توجه تو. این اولین نشونه واقعی سلطه است. اما راز کار اینه: با ایگوی زن حرف بزن، نه با گوشش. ایگو مثل یک رادار ساکت هر حرکت تو رو اسکن میکنه تا ضعف‌های تو رو پیدا کنه. اگه ضعف نشون بدی، ذهنش بیدرنگ میگه اینم یکی دیگه که میتونم کنترلش کنم. سلاح‌های ماکیاولی: قوی ترین زبان مستقیم نیست. زبانیه که طرف مقابل رو مجبور میکنه تفسیرش کنه، چون وقتی باید حدس بزنه ذهنش درگیر میشه و احساساتش پشت سرش میان. قانون تنش برای راحتی یعنی چی؟ یعنی بهش سوال بده نه جواب، بهش تنش بده نه آسایش. چرا؟ چون مردها چیزی رو که میبینن میخوان و زنها چیزی رو که تصور میکنن. وقتی که همه تعریف ها و اطمینان ها رو میدی، خیالش خاموش میشه. ولی وقتی فقط یک اشاره، یک نگاه، یک جمله نصف رها شده میدی، ذهنش خودش شروع میکنه به پر کردن جاهای خالی. خیال بافی مساوی میشه با میل به تو. اصلش در کلمه ها نیست، در نحوه گفتن، لحن، ریتم و سکوته. وقتی آهسته حرف میزنی و مکث میکنی، تنش مغناطیسی میسازی. تله ذهنی قدم به قدم. جمله‌ای بگو که ذهنش رو درگیر کنه. در اوج مکالمه آروم و ثابت بگو یه چیزی توی تو هست که هم جذبم میکنه و هم نگرانم میکنه. نمیدونم خطرناکه یا اینکه خوبه. سکوت کن. نه توضیح بده، نه بخند، نه تنش رو بشکن. اجازه بده ذهن اون برای تو کار کنه. اون رازی رو در تو حس میکنه که نتونسته حلش کنه. وسواس واقعی در غیبت رشد میکنه. وقتی قلاب احساسی رو انداختی، حلقه رو نبند. بذار با سوالها بره، نه با جوابها. این که در نبودت بهت فکر میکنه یعنی هدف. و اما تکنیک خاصی که بهتون وعده داده بودم، تکنیک نفوذ با ناباوری، که همین امشب میتونی استفاده کنی تا یک زن رو در این بازی ذهنی گیر بندازی. این تکنیک بر اساس اصل غیر قابل پیش بینی بودن و لرزش ایگو کار میکنه. شما یک پیام کوتاه، مرموز و غیر قابل باور براش میفرستی، مثل راستش داشتم به اون شوخی که با هم کردی فکر میکردم، نمیدونم هنوز نفهمیدم چطور میتونی اینقدر لوس باشی. اثر روانی که اینجا ایجاد میکنی چیه؟ کلمه لوس یک صفت منفی طنزآمیزه و دست میذاره روی ایگوی زن. اون رو مجبور به تفسیر میکنه. جواب تو اگر قرار بود که ادامه داشته باشه فقط در همین حد. دقیقا نمیدونم، ولی خب لوسی دیگه، برو به خوابت برس. و بعد سکوت میکنی. اون در تلاش برای تفسیر نیت تو بیش از اندازه به تو فکر میکنه، چون تو تنها مردی بودی که با یک لحن بامزه و جسورانه غرورش رو وارد یک چالش کردی. اینطوریه که تو در غیبتت در ذهنش به یک وسواس تبدیل میشی. این هنر کشنده ی حرف زدن با زنها مثل یک استراتژیه. شاید اون یک روزی کلمات تو رو فراموش کنه، اما هرگز فراموش نمیکنه که تو چه حسی به اون دادی. اگر میخوان که یاد بگیرین که چطور همین تکنیک ها رو در مکالمات طولانی تر ادامه بدی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی ما رو از دست نده.